سلام خدمت شما دوستان عزیز. در این قسمت میخوایم خدمت شما آموزش بدیم که چطوری میتونن مشتریان شما از محصولات شما خرید انجام بدن و شما هم چگونه میتونید این خرید رو خودتون انجام بدین تا از صحت کار رباتتون اطمینان پیدا بکنید. عملاً فرقی در روش امتحان کردن شما و روش امتحان کردن مشتریاتون فرقی نیست. فقط فرق این هستش که یک سری دکمه‌های اضافی که شما با اکانت مدیریتتون می‌بینید، دوستانی که دارن سفارش میدن و مدیر نیستن نمی‌بینن. حالا ویویی که الان ما از اون سفارش میدیم از سمت مشتریان شماست. وارد منوی محصولات میشیم و همون مانتویی که در مراحل قبل وارد سیستم کرده بودیم رو انتخاب میکنیم، وارد دسته‌اش میشیم و نهایتاً اون محصول رو انتخاب میکنیم. اون محصول برای ما لود میشه و فقط ببینیم که دکمه سفارش گذاری و اشتراک گذاری رو داریم. خب من از این جنس میخوام سفارش بدم. تعداد سفارشم رو مشخص میکنم. در نظر داشته باشید که دریافت این تعداد یا عدم دریافت این تعداد توسط شما از داخل پنل وب قابل انجام هست. خب من تعداد یک عدد از این جنس رو میخوام. در مرحله بعد به من میگه که این مورد به سبد خرید شما اضافه شد. خب برای پایان سفارش شما نیاز دارید به این که احتمالاً برای ارسال سفارش آدرس، کد پستی، شماره تماس یا هر موارد دیگه‌ای که مد نظرتون هست. مثلا به عنوان مثال به علت اینکه من اینجا دارم مانتو میفروشم باید سایز مانتو هم پرسیده بشه که تمام اینها از داخل پنل وب و در قسمت اطلاعات سفارش قابل تغییر خواهد بود. حالا من آدرسم رو وارد میکنم. تهران، اتوبان ارتش، کوچه حمیدی، پلاک 8 و نهایتاً ارسال رو انجام میدم. دکمه ارسال که در واقع لمس بشه، پس از اون پیامی حاوی تشکر از اینکه شما این سفارش رو دادید خدمت شما ارسال میشه و نهایتاً شما میتونید برای این سفارش پیام بفرستید و سوالهای مبهم خودتون رو در مورد این سفارش از فروشنده بپرسید. نهایتاً این فاکتور با این لینک برای شما آماده شده. پس این لینک رو لمس میکنیم، وارد صفحه مرورگر موبایل خودتون میشید. سیستم شما در حال وصل شدن به درگاه در واقع بانکی هست. در اینجا اسم بانکی که شما میخواید بهش اتصال پیدا بکنید نوشته میشه و نهایتاً وارد صفحه پرداخت خواهید شد. در اینجا اطلاعات کارت، موارد مورد نظر، رمز دوم و الی آخر وارد سیستم میشه. نهایتاً پرداخت شما به طور کامل انجام میشه و پس از پرداخت اطلاعی به مشتری شما و همچنین به خود شما ارسال میشه که فاکتوری با این شماره پرداخت شده و مبلغش هم مشخص میشه و نهایتاً پرداخت شما انجام شده است. اگر برای تسویه در واقع نیاز به تسویه حساب شما با سیستم کانال شاپ خواهید داشت که میتونیم اون رو در آموزش‌های بعدی دنبال کنید و یاد بگیرید که چگونه میتونید با سیستم کانال شاپ تسویه انجام بدید. ممنونم از شما، وقتتون بخیر.